امروز طبق نقشه تصدیق گردیده در مؤسسه تعلیمی رقم 29 در اساس قرار رئیس شهر تحت رقم 77 از 16 اپریل سال 2021 روز مدافع گراجدانی نمونوی گذراندن شد. در چهاربینی مذکور هیئت راهبری کننده مؤسسه خدمات‌های مدافع گراجدانی از آن جمله خدمات آتش خاموشکنی، خدمات ترتیبات جمعیتی، خدمات طبی، خدمات علاقه و برق فعالانه اشتراک نمودند و وظیفه‌هایی که در نظرشون گذاشته شده را سری وقت اجرا نمودند. همزمان نیروهای غیر حربی که از جانب مؤسسه ترتیب داده شد از جمله دسته اکتشافی، دسته سانیتری، دسته آتش خاموشکنی، دسته ترتیبات جمعیتی، دسته نجاتدهی بودند که وظیفه‌های در نظرشون بوده رو نیز سری وقت گذراندند. چهاربینی مذکور خیلی در سطح بلند گذرانده شد. چنین چهاربینی سنه 29 اپریل در تمام مؤسسه‌ها روز مدافع گراجدانی یگانه گذرانده می‌شود. مقصد اساسی گذراندن چنین چهاربینی میباشد که باید هر یک شهروند، هر یک مؤسسه، هر یک تشکیلات و کارخانه‌ها باید در حالت رخ دادن هر گونه آفت‌های طبیعی، حالت‌های فوق‌العاده آماده باشند.